سواد داری کلا؟ بله. چقدر یعنی معیارش چقدره؟ یعنی تا کجا خوندی؟ چرا اینجوری می‌کنی؟ من فوق دیپلم تبلیغات دارم. قبلش یه دانشگاه بودم اخراج شدم. تا سر چی اخراج شدی؟ یکی از دوستامو دیدم بعد از مدت‌ها، نمیدونستم اصلا تو اون دانشگاه است. خانم یا آقا؟ خانم بود. آها. بعد از دور دیدمشون، خیلی هیجان زده شدیم جفتمون که بعد از سال‌ها اینجا هم دیگه رو دیدیم. دویدیم هم سمت هم و حراست خوشش نیامد. از اینکه دویدید سمت هم؟ نه دیگه، خب رسیدیم به هم یه جایی. درس چطور بود کلا؟ عالی. واقعا شاگرد اول بودم. دوستان الان هستن میتونن گواهی بدن. توی دبیرستان یعنی؟ دبیرستان. رشته چی بود؟ ریاضی فیزیک. چیزی یادته از اون دوران؟ خیر. هندسه هم خیلی از همه درسام بهتر بود. قبل از اینکه معلم مثلا فرمولای هندسه رو بگه من حدس می‌زدم واقعا و معلم خیلی هیجان زده میشد، فکر می‌کردم من چه نابغه‌ای ام. مساحت دایره رو چی حساب داری حدس می‌زنی؟ یادم گفتم نیست که بعد تو موقعیت قرار بگی. مجموع زوایای داخلی یه مثلث حدودی هم بگی اوکی. مثلث 45 چجوری؟ چرا 45؟ چرا مثلث 45 داری بی دلیل؟ چه مثلثی گفتی؟ نگفتی، توضیح ندادی. هر مثلثی مجموع زوایای داخلی همه مثلثای یکیه. واقعا میگی؟ دارم به اون کلاس فکر می‌کنم که تو شاگرد اولش بودی. کلاس خیلی قوی نبود ولی خب تو کارت اینا هیچ کدوم به درد نخورد. دایره؟ آره. یا مثلا کارگردان بگه آقا این مساحت این دایره رو یکی بده حساب کنه ببینیم. فیلم اونجوری تا حالا کار نکردم.